ساعت به وقتی پرگر رسیده است و بینندگان عزیز در چند دقیقه دیگر من برای شما سرخط خبرهای روز رو چون همیشه میگویم و منتظر شما عزیزان در پخش مستقیم برنامه خبری خواهم بود که فراگیری موضوعهای روز تاجیکستان و جهان است. از جبردیده به گمانبر تبدیل یافته طبق اطلاعیه دریافتی نسبت امید کویت ساکن شهر دوشنبه پرونده جنایتی باز شده است. این همان نفر است که ماه مارت امسال با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافت و کارمندان پلیس را در شکنجه شدنش گناهکار میکرد. چند روز پیش معلوم شد که داستانی دوشنبه با دلیل نیافتن جنایت پرونده ضد میلیس‌ها را ختم کرده است. گذشته از این یکی سردار و دومی کارمند یک شعبچه اداره کارهای داخلی نویه فردوسی شده است. حالا امید حکایتوف را در چی متهم میکنند ما کوشش خواهیم کرد جزئیات را کمی دیرتر پیشنهاد شما نماییم. نبودن تجهیزات زمانوی برای سری وقت نجات دادن زهرآلود شده ها در منطقه کلاب به مشکل تبدیل یافته است. یگانه تشخیصگاه با تجهیزات زمانی شوروی فعالیت میبرد و برای تشخیص ماده های زهرآگین در خون انسان روزهای زیاد صرف میگردد که در نتیجه برای نجات آلوده شده ها دیر می شود. چنین وضعیت تشخیصگاه در حالی است که هفته های گذشته 4 عضو یک خانواده در کلاب زهرآلود شده در بیمارستان بستری گردیدند و 2 نفر آنها فوت دیدند. شکایت پیوندان آلوده شده ها نیز از آن بود که با گذشت روزهای زیاد دقیقاً برایشان معلوم نشد که نزدیکانشان چگونه زهرآلود گشتند. تقدیر سمیه 1.5 ساله تاجیکان مقیم امریکا را در کنار نگذاشت. گروهی از تاجیکان در ایالت‌های گوناگون امریکا به خاطر کمک به سمیه که 30% بدنش در آب جوش سوخته است به جمع‌آوری مبلغ برای طبابت او شروع کردند. حادثه یک هفته قبل زمانی رخ داد که خواهر بزرگ 8 ساله سمیه میخواست او را شستشو کند. حالا برای این کودک هر روز خون لازم بوده است که باید برای عملیات جراحی پوستش ضرور است و نرخ خون باشد ارزان نیست. موسم نوی تئاتری آغاز شد ولی با کرسی های نیمه خالی در آستانه دوره نو کارمندان تئاتر ایصال امیدواری میکردند که بیننده بیشتری را جلب خواهد نمود ولی موسم شام 27 آگوست در تئاتری به نام لاهوتی پایتخت با حضور کمی تماشابینان آغاز یافت. سالها باز این سوال مطرح است که چرا ساکنان و بخصوص در شهرها کمتر به تئاتر میروند؟ جوابها البته مختلفند و هنرمندان و ساکنان برای به این حالت رساندن تئاتر یکدیگر را ابدار میکنند. یکی از ذوق پس بیننده شکایت دارد، دیگری از نمایشنامه‌های کهنه. در برنامه امروز گزارش در این باره خواهیم داشت و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دستور داده است. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید از وزارت دستور گرفتند که قضیه هویدا تیلوزاده را پیگیری و به پدری کودکی هلاک شده کمک رسانند. عبدالسلام سعیدов پدری هویدا نیز در صحبت با رادیو زودی گفت بعد نشر خبرها درباره آنکه کسی به او کمک نمیکند او را به سفارت تاجیکستان در روسیه دعوت کرده گفتند که به مرافعه‌های دادگاهی قتل دخترش میروند و در پهلویش خواهند بود. بینندگان عزیز فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر باز مطالب از این بیشتر به دست ما خواهد رسید و ما امکان خواهیم داشت که برای شما پیشنهاد کنیم. از این خاطر همه شما عزیزان را چون هر روز در پخش برنامه خبری منتظر میشویم. تا اون وقت برای کار برای هر یکاتان و انتظار شما هستیم.